فاتت به قومها، آورد به به عیسی علیه السلام بچه خود، قومها به قوم خود، تحمله که در بغل گرفته بود ورداشته آورد. قالوا به مجردی دیدن قوم که گفتن یا مریم و مریم لقد جئت شیئا فریا، یقینا تو آوردن کردی به یک چیزی فریا، تعجب آور یا غضب آور، عجیب کار کرده ای، نکام نکرده ای، اولاد میاری. یا اخت هارون، همشیره هارون، ما کان ابوک، نبود پدری تو امرأ سوء، شخص بد، و ما کانت امک بغیا، نبود مادری تو بدکار و زناکار. تو چرا اینطور بدبخت شده ای؟ پدر و مادرت خو مردمای خوب بود. چند موضوع برای ما واضح است. اول، دو زمانم زنا کار زشت و عمل بد بود، هر کسی را بد میدانست. از امو خاطر مریم که بچه را آورده دستی مردم طعنه را شروع کرده، از او خاطر میگه چطور کاری تعجب آور یا غضب آور تو آوردی؟ این خوب بدنامیسته، این خوب مکمل لکه را پیدا میکنه در شان و نسب شما، خصوصا شان و نسب شما که سید هستی، که ملازاده هستی، آخونزاده هستی. او در ملازاده و آخونزاده و در سیده اگر این کار شود این بسیار زشت میشه. مریم خو خاندان سید است، از او خاطر او را برات میگه که تو یا اخت هارونه. چرا؟ یا است که مریم برادر داشت هارون، از او خاطر یا اخت هارون میگه. بعضی میگه یا اخت هارون به خاطر میگه یا اخت هارون به خاطر میگه که در سلسله نسب موسی علیه السلام میایه، از او خاطر یا اخت هارون برش میگه. این همینطور هم گفته میشه. سوم قول است که چون که هارون در عبادت تو در پاکدامنی خیلی شهرت پیدا کرده بود، هر کسی که امور رقم عفیف و پاکدامن می بود باز می گفت ای چیست؟ ای برادری فلانیست، ای خواهری فلانیست، یعنی مثل از او واره عفیف و پاکدامن و عزتمند است. از او خاطر مریم چون که خیلی پاکدامن بود، از او خاطر میگه یا اخت هارون، یعنی تو خوی خاصیتی این رقم غلطه نداشتی، از او خاطر نه خودی طور بودی نه پدرت نه مادرت، هیچ کدامش نبوده. چرا توی کار کرده ای؟ معلوم شد اثرات پدر و مادر در اولاد پیدا میشه، هم از نیکیش هم از بدیش. کدام شغل و کسبی که او داره در اولادش دیده میشه. نعوذ بالله، پدر و مادر سست بود اولادش سست است، پدر و مادر غیرتی بود اولادش غیرتی است. همون طور است. چرا؟ به خاطری که به میراث میگیره، به میراث نمی رقم از امو تولد و تناسل اونمو خوی خاصیت در تو انتقال میکنه. از او خاطر آدم متدین اولادش سخت متدین است، پدر و مادر بیدین اولادش بیدین میباشه. از او خاطر قوم به مریم انگشت گرفت که پدر و مادری توی طور خوی خاصیت نداشت، تو چرا این کار کردی؟ فاشارت الیه، اشاره کرد به سوی بچه عیسی علیه السلام، یعنی من چیزی گفتنی ندارم که روز استم از این بچه سوال کنی. قالو گفتن کیف نکلمو، چه قسم سخن بگویم من او کسی را کانه که از فی المهدی در گهواره یا در بغل مادر صبی یا که کودک است، قطع زود سخن چطور بگویم؟ قال عیسی علیه السلام خود به خود گویا شد، گفت اول سخنی که میگه اینی عبدالله، ما بندی الله متعال است، نه مثل نصارا که ابن الله میگه، نه نعوذ بالله مثل یهود واره که میگه او غیر مقبول است، اولاد زناست. آتانی الکتاب، الله متعال داده برم کتاب، و جعلنی نبی، مرا گردانیده پیغمبر. الله متعال مرا پیغمبر گردانیده، برم کتاب داده میده، اصل تعالی را داده نشده. یعنی من از جمله بندگانی هستم که الله مقدر کرده در حق ما که هم کتاب برم داده میشه و هم پیغمبر میشم. اظهار عاجزی و بندگی عیسی علیه السلام برای الله متعال است. عبدالله یکی و بعد از کتاب برای پیغمبر داده میشه. پیغمبر مقرر میشه، مکلف میشه که دعوت بده. ای از بندگه ها میباشه، مخلوق میباشه، خالق نمیباشه. و جعلنی مبارکن، بله خصوصیت های را الله برم داده، مرا گردانیده مبارک. چی قرصم پر برکت است، خیر کثیر ما به مردم میرسه. دم خیر کثیر الله انداخته. خیر کثیر چیست؟ دعوت دین است، مردم تبلیغ میکنم، مسائل دین بیان میکنم، خیر ما به مردم میرسه. خیر کثیر عیسی علیه السلام است. اینما کنتو، هر جایی که هستم، هر جایی که آدم هست چی خیر کثیرش کی میرسه؟ که علم وافر داشته باشه، دعوت دین بکنه، هر جایی که باشه. یه نمو سرمایه است، همو جوهری است که از تو جدا نمیشه. در موتر ششتی السلام علیکم،
بیادرکم از کجا هستی؟ کجا میری؟ کجا مکتب میخونی؟ دکاندار هستی؟ ماشاءالله. از کجا هستی؟ نماز صبح خواندی بخیر؟ خب حالی در گپ بگیشه، موضوع را قطعش شروع بکن. چرا در هر جایی که هستی دعوتی تو روان است، خیلی کثیر به مردم میرسه. داعی امیر رقم است. داعی یک دقیقه در خانه خودم دعوت میده، در دکانم دعوت میده، در موترم دعوت میده، در صنفم دعوت میده، در لیلی هم دعوت میده. در هر جای دعوت است. اینما کنت است. هر جایی که ما باشم خیر مبارک هستم. برکت امیر میگه. از او خاطر بارها ما تاکید میکنم که خوی و خاصیت دعوت در خود پیدا کنی. قطعا بعد در تلاش از دیگه باشه، یک سخن به مردم بگو، یک سخن. امو بس اوقات یک سخن تو موجب میشه که قومهای بسته بگوی چی شوه؟ عقیده صحیح پیدا بکنه توسط یک سخن تو. یک نفر تو اصلاح کرده ای او سبب اصلاح هزارها خانواده میشه. این کاری دعوتگر است. دوم و اوصانی به صلات مرا امر کرده، حکم محکم کرده الله متعال به صلات، به نماز و زکات، به زکات دادن، هم تعلق بدنی هم تعلق مالی، یعنی فریضه مالی بدنی و مالی، هم تعلق به الله متعال هم تعلق به مخلوق الله. هر دو تعلق باید قائم کنم. به نماز تعلق به الله قائم میشه، به زکات تعلق به مخلوق الله. پس این مکلف است. الله شده میتونه؟ نمیتونه. ما دمت حیا، تا وقتی که من زنده هستم. عیسی علیه السلام تا که زنده است مکلف به عبادت الله، هم نماز هم زکات است. اما پیرای ما چیست؟ 4 روز که ذکر نه هو بکنه و نه در آخر مرحله میرسه خلاص. حالی نه زکات سرش است، بگه زکات خو بیا زبان نمیده و از مردم جمع کرده رایسته. نماز هم از خود چی میکنه؟ ساقط میکنه. که برش میگی نماز، گفت من در دیوال سوار شدم در مکه خواندم. در دیوال سوار شدم در مکه خواندم. او دیگهش میگه من رسیدم، آلی سر من نماز نیسته. لیکن عیسی علیه السلام میگه که من تا زنده هستم مکلف به عبادت ها هستم. و برم به والدتی، خدمتگار و نیک سلوک هستم به امرای والده خود. نمیگه پدری خود، پدر نیست. ولم یجعلنی جبارا، نگردانید الله مرا جبار، یعنی متکبر در حقوق بندگان الله متعال، خصوصا در حق والده شقیا بدبخت به ترک کردن حق الله متعال اتوری نیستم. و السلام علی یوم ولدت، سلامتی است بالای ما در روزی که تولد شدیم، پیدا شدیم. شیطان مرا چندی کده نتانسته. خب و یوم اموت، در روزی که میمیرم اونجام، یعنی از عذاب قبر الله مسئول مرا کرده. و یوم ابعث حیا، در روزی که بلند کرده میشم زنده از قبر، در اونجام الله مرا رسوا نکرده. این خصوصیت ها الله برام نصیب کرده. ذالک موصوف بین صفاتای سابقی عیسی ابن مریم، عیسی بچه مریم بیبیست. قول الحق الذی، گفت سخن حق. گفت سخن حق خود عیسی علیه السلام کدام چیزا را که گفت، یک مطلبش است. یک مطلب دیگه قول الحق الذی، گفتار حق است در مورد این عیسی علیه السلام. الذی، همو گفتار امو عیسی فیه یمترون، که دوش یا شک میکنه، نظام میکنه. یک تعداد میگه عین الله است، دیگهش میگه سیوم الله است، دیگهش میگه ابن الله است. چرا نصارام در حق ازی چی بود؟ 3 طایفه بودن. و یهود خو میگفتن این ولد زناست، نعوذ بالله. ما کان لله، نیست مناسب یا سزاوار برای الله متعال ایت تخیزه که بگیره من ولدین اولاده. رد میکنه برای اقوال نصارا که وا میگه ای بچه الله متعال است، نعوذ بالله. الله رد میکنه. اولاد کسی کار داره که ضرورت احتیاجات داشته باشه، الله به هیچ کس محتاج نیست. چی میکنه اولاده؟ سبحانه و پاکیست برای الله متعال. اذا قضا امرا، زمانی که فیصله یک کار میکنه. با اولاد ضرورت کسی داره که برای انجام دادن کاری بسیار وقت و اسباب و وسایل کار داره، الله این چیز کار نداره، اولاد هم کار نداره. فانما یقول، به او چیز میگه کن موجود شو فیکون موجود میشه، بس خلاص. نه اسباب نه وقت نه هیچ چیزا. از اون خاطر اولاد هیچ ضرورت برش نداره، اولاد الله شده نمیتونه. و ان الله ربی و ربکم، یقینا الله پروردگاری ما، متصرف مالک ما، و ربکم مالک متصرف شما هم است. پس وقتی که مالک متصرف از ما و از کل شما الله متعال است، حق عبادت هم تنها برای الله است. فاعبدوه، یک الله را عبادت کنی. هذا، یک الله را عبادت کردن، یک الله را عبادت کردن توحید الوهیت است. هذا صراط مستقیم،
اینمی توحید الوهیت، یک الله را عبادت کردن صراط مستقیم است. در هر رکعت نمازی تان میگید این صراط المستقیم، تا وقتی که عبادت الله را به یکتا پرستی نکنی، عبادت خاص برای الله نسازی، صراط مستقیم برات نصیب نمیشه قطعا. چرا؟ صراط مستقیم عقیده توحید الوهیت است. کل عبادت خاص است برای الله، نظر، نیاز، دعا، نماز، تلاوت، کلش حج، زکات، کلش برای الله میشه، با کسی دیگری به نام کسی قطعا نمیشه. فاختلف الاحزاب من بینهم، گروه ها مختلف شدن در بین خودشان. یکی میگفت عیسی بچه الله است، دیگهش میگفت سیوم الله است، دیگهش میگفت عین الله است، دیگهش میگفت نعوذ بالله ولد زناست. فویل للذین کفروا، خرابی و هلاکت باد برای کسانی که انکار کردن من مشهد یوم عظیم، از دیدن او روزی که خیلی بزرگ می باشه، برابر 1000 سال می باشه، از او انکار میکنه. خدا این طرف میزنه این طرف میزنه، نعوذ بالله تیاری و آمادگی به او تو روز نمیگیره، خدا پابند احکام الله فکر نمیکنه، هیچ عقیده نداره که او تو روز آمده نیست. الله میگه بله در دنیا خو خیلی چشمای خدا کور انداخته، گوشای خدا کر انداخته، هر چی که تنبیه داده میشه دلایل برش گفته میشه، هیچ به هوش نمیاد. خو یک روزی میرسه که از کل کده شنوا و بینا امی میباشه. کی زمانی که عذاب الله را مشاهده کنه. اسمع بهم و ابصر، چقدر شنواسته و ابصر چقدر بیناست. صیغه تعجب است. ما احسن چیسته؟ احسن زیدون. صیغه تعجب میفهمی؟ چقدر شنوا و چقدر بیناست. کدام روز؟ یوم یاتوننا، روزی که میای الله متعال میگه در پیش ما و اصل حقیقت ظاهر شوه. اونجا بازی تو همه چیزا را میبینه. لکن الظالمون اليوم، لیکن این مشرکای ظالمای امروز فی ضلال مبین، در دنیا در چیسته؟ در گمراهی آشکاراست. آشکارا گمراهی است. نعوذ بالله. عیسی علیه السلام الله گفتن به او سجده کردن، به نام از او عبادت کردن. این چقدر گمراهی بزرگ است. و انذرهم یوم الحسرت، بترسان بیم بده پیغمبر علیه السلام از روز حسرت. روز حسرت، روزی که پشیمانی ها بالا میشه، دستا مالیده میشه، وای 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 گفته میشه. کی است؟ اذ قضی الامر، زمانی که فیصله کرده میشه آخری، یک تعداد مردم طرف جنت، دیگه طرف دوزخ میره. و هم فی غفلت، این مردم ها در غفلت است امروز، بی خبر است از روز. و هم لا یؤمنون، این مردم ها ایمان نمیاره. که است روز حسرت؟ در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میفرماید که الله متعال زمانی که اعمال نامه و گپار کلش خلاص میکنه، مرگ به شکل یک گوسفند میاره. اول اهل جنت آواز میده که میبینی این میشناسه، میگه بله این مرگ است. گفت خب شناختش؟ گفت بله. بعد از او صدا میکنه اهل دوزخ، برش میگه معرفی میکنه چیست؟ میگه که این مرگ است. گفت بله شناختش؟ گفت است. بعد از او الله متعال معمی گوسفند که مرگ است ذبح میکنه، میگه که دیگه سری شما فاید نو مرگ و فنا نمیه. جنتیان قدر خوش میشه که هیچ پرسان نکو که دائم شدیم دیگه این نعمتا و این لذتا را ببین. اما کفار سخت حسرت و افسوس میکنه که وای وای یک روز خو بود که ما میبرامدیم از یه عذابا، اما عالی به طریق دوام باقی ماندیم، چرا که مرگ ذبح شد از بین رفت. عالی ما در این جهنم دائمی استیم. او روز حسرت است، او روز سخت است. الله متعال میگه عالی او روز در نظر نمیگیره، چشمایشان از چیست دیدن او روز و شنیدن او روز بالکل در پرده است. لیکن یک روز فرا میرسه که عینا حقیقتا میبینه. انا نحن نرث الارض، یقینا ما به میراث میبریم زمینه، و من علیها، کسی که در روی زمین است. همه چیزا باقی میمانه، همه چیزا کلگی رفته نیست، هیچ کس باقی نمیمانه. جوان استی، پیر استی، پاچاستی، بگوی گداستی، کلگی یک کسی هم باقی نمیمانه. زمین زمین الله است. و الینا، الله مگه خاص به سوی ما ترجعون، بازگشت شما کرده میشه، از شما سوال میشه. تو را که پیدا کردم در دنیا، این عزت، این انسانیت که بردادم، این اعزار بردادم، این کلی چیزا در خدمت تو بود، چی کردی؟ واذکر فی الکتاب ابراهیم، مردم تنبیه و آگاهی بده. مردم باید بفهمه که توحید الله بسیار ضروری است، سبب نجات دائمی انسان میشه. یکم داستان ابراهیم علیه السلام است که چقدر کوشا بوده، چقدر
تلاش میکرد که عقیده توحید الله گسترش پیدا بکنه. شخصی که تقلید پدر نکرده، پدرش پیر است، پیر حالی ما براتان میگم. واذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کو در قرآن کریم داستان ابراهیم علیه السلام. انه کان صدیقا نبیا، یقینا پیغمبری راست باز راست کار بود، هر چیزش راست بود، واقعیت داشت، تنها فکری زبانی نبود، در عمل هر چیز دیدش. نبی پیغمبر بود، الله پیغمبری را برش نصیب کرده. ابراهیم علیه السلام هم میشناسی؟ این قرآن کریم میره حنیف میگه، حنیف از همه فکرها و چیستا افعال باطل مایل به سوی چی؟ حق. بالکل خود بریده از امور باطل، خلاص. از او خاطری را موحد فطری میگیم. چی میگیم؟ از همی اول موحد. پدرش پیر است، پیر، خانقاه داره، خانقاه کلان مردم است که در پیشش میاد پایای پدرش بوسه میکنه. ابراهیم علیه السلام رای پدری خود گرفته یا از عقل خود کار گرفته؟ تقلید کرکرانه گذاشته. بالکل پدر میبینه که مردم چرا تعظیم یزیر میکنه، میاید دست یزیر بوسه میکنه. چی کمال دایی است؟ چی کمال دایی است که مردم برش میاید؟ خیرت است. والا یا که از آخوندزاده است اجازه چی برش شده؟ سگ دیوانه بچهش که در چی است؟ چی میگم چی را؟ در گهواره قطعی چی بسته شده میباشد؟ سوزنی یا باربند؟ چی میگه؟ سوزنی هم برش میگه. میگه بچه‌ست که در سوزنی هم است، طواف در گردش بکو، سگ دیوانه گزیده باشه خلاص میشی. و یک چند وقت پیش در جلال‌آباد میرفتم در یک دعوت، در اونجا یک کسی را بالا کردیم. از همین چی بود؟ چی میگه؟ شمال کمری چطور میگه؟ مشعل کمر بود. از پیش سوال کردیم، گفت اینجا یک خاندان است، آخوندزاده است و دعای چی را داره؟ اجازه دعای ازیر داره، سگ دیوانه را کمی لابی دانی خود بزنه. اگر کسی نبره باز خودم علامت کنه، اوجا که ببره باز دیگه از 40 روز پیش باید ببره. عجیب است. اجازه دمار کی داده؟ بگه اجازه از کسی قطعا میگه پا غلط است که انا فلانی اجازه داره، فلانی کلگی تو اجازه داره. کتاب الله اجازه برای کلگیست که دم کنه سری مریض، هر مرض دم کده میتونه، کلی تو اجازه داره. کسی که میگه که غیر از الله و رسول دیگه کسی اجازه میکنه، نعوذ بالله با الله و رسول کسی دیگه را شریک میکنه. یکی است که تو را اجازه بده یا نده؟ مردم قرار نشسته، خودش حافظ قرآن میره یا گامی میشینه، اجازه داره. هیچی اجازه داره؟ اجازه ما را داره. اجازه ما را چی رقم داره؟ مار تو را گزیده نمیتونه، خلاص. خب این کلش کارای شیطانی و جنی است. خب فهمیده؟ کدام ما را گرفته نمیتونه؟ اون ماری که خدا جنیست خدا مار جور کرده در دستش هست نمیگزه. اون ماری که واقعی مار است در دستش بیاد که چطور میگزه شه؟ این خود شیطان پرستاست یا خونجا به شیطان سجده ها کرده. ایش جنیات خدا مار جور میکنه باز در پیش روی تو او در دست خود میگیره نمیگزه شه. این دم من میطور نیست. رسول الله در نماز، در کجا؟ در نماز است گشتم آمده گزیده شه. از رسول الله که بهترین شخص دیگه است، لیکن در کابلتان خود مسافر خودش خود چی میکنی که خشتش هم در خانه بانی گشتم دیگه اوجا نمیایه. عجیب عقیده است. این عقیده ماست. با این عقیده به پیش الله پیش میشیم. خود مسافر خشتش در خانه بان گشتم نمیایه. مرتبه خود مسافر از پیغمبر که در بالاست. پیغمبر در نماز در عبادت الله میگزه امی گشتم، اما خود مسافر. خب الحمدلله که پارسال میگه در تراویح 3 نفر در مسجد خود مسافر گزید. چه غشه کشید؟ عجیب است. خب کم تصورات باطل نداریم، کم اینقدر باطل پرستی هست که هیچ برسان نکنی. خب چی کمال داری؟ تو چی کمال داری که مردم دستی از زیر در کاسه نکلی، در ظرف نکلی باز آبیش مردم در جان خود میزنه مینوششه. این بدبختاره. کتاب استاد ظاهر دایی را خوانده؟ محمد ابن عبدالوهاب، چیز رهبری وهابی و مصلح اعتقادی، یا از خاندانش پول باباست. کی است؟
گفت من میدیدم که پدرای ما را چی کمال داره که مردم بوسه کده رو ایسته. همونجا در آخر هم واقعی خدا ذکر کده، الله برش اجر بده. این اعتراف به حقیقت میگه. هر کس نمیتونه، هر کس نمیتونه. اما الحمدلله امروز ما شاگردای داریم که بچهای کیست؟ بگوی پیراز. بچهای پیراز خو شاگردا الحمدلله موحدین مبارزین که وا هیچ تصور نکنه، خبر نداره خبر نداره که میگه والا امی چیسته چی میگه رسوخی ما کمرنگ شده با آمدن امی مولوی متوکل ما را تباه کرده. نه 4 روز بعد انشالله این دربارت مکمل این باطل پرستی گم میشه. این مردم که تو در تاریکی نگاه کردی، این مردم دیگه توریست بچه‌ت در مقابلت میخیزه برات میگه که پدر تو چی کمال داری؟ تو چی کمال داری؟ تو یک انسان و میگی انسان. این کارایی که تو میکنی، این وظیفه که تو میدی کدام وظیفه است؟ از کی گرفتی؟ از فلان پیر گرفتم. وظیفه خاص رسول الله گرفته میشه. در کتابای حدیث کلی از کار آمده. امروز الحمدلله پناهگاه چی است؟ مسلمان. این وظیفه کیست؟ پیرتان رسول الله باشه خواست یا بری یک چی را؟ یک کسی کلمه طیبه را نمیفهمه او باشه. از کی وظیفه بگیری خب است؟ آخرم عقل الله بر ما داده. این وظیفه که رسول الله داده این را ما عملی میکنیم. پشت این وظیفه نمیگردیم تا آلی را خواهرها و برادرای ما رفته رئیس خیرت است. ما در بندی عزیزتیم، ما در طریقتی عزیزتیم، ما از این دست گرفتیم، ما قطعی از این بیعت کردیم. بیعتی چی را؟ نانخوری را یا شوله خوری را؟ اگر بیعتی سنگر کردی کدام بیعت؟ رسول الله که بیعت میکرد بیعت سنگر بود. بیعت چی بود؟ بیعت چی بود؟ اینطوری بیعتا نبود. این بیعت کسی ثابت کرده نمیتونه، کسی ثابت کردن. بله با زنا پیغمبر بیعت کرد که نماز بخونه، زنا نکنه، دزدی نکنه، بگه حق شوهرایتان ادا کنه. این بیعت از زنا پیغمبر گرفته. اما از مردو اینطوری بیعت نکرده که اینی یا شیخ عبدالقادر جیلانی را 100 دفعه بگه او چیسته ختم خواجگان در هفته 2 دفعه بکو، دلال الخیرات از فلانه روز شروع کنه فلانه روز ختم کو. اینطوری وظیفه و چی را بگه بیعت ها را پیغمبر نگرفته. مردم فریب میده. یک پیر خود کشته شده چی؟ در سنگرها که برای مریدای خود گفته باشه که نمیبخشم تا نه که تا خود استشهاد نکنه. نه من خبرتان گفتم که گفت میگه جمع شدم یا اولیا رفتن در سالن که دم ایرای قوای روسا بگیره، دیدن که کلانشان در تانگ اولی روسا نشسته.